بر اثر سوخته‌ها شامی 14 فوریه در یک از منزل‌های خصوصی واقع در شهرک روزای شهری کورکینوی ولایت چلیابینسک روسیه دخترک 7 ساله مهاجر به هلاکت رسیده است. گفته می شود مادر دختری ففتیده زنی 32 ساله و دادر 5 سالش در بیمارستان بستری شدند. طبق معلومات پیشکی سبب سر زدن سوختار بخاری گرم دهنده ویران شده عنوان شده است. پدر خانواده مرد 39 ساله آسیب جدی ندیده ولی بنابر سبب در حالت وزنی روحی قرار داشتنش روانشناسان به او کمک کردند. بنا به منبع معین کرده شده است که زن از سال 2012 در روسیه اقامت داشته برای اقامت در روسیه اجازتنامه نداشته است. مرد خاندان برای اقامت در این کشور صاحب اجازتنامه بوده است. این عائله مهاجر در شهرک روز خانه را در اجاره داشتند. کودکان به مکتب و بیمارستان نمی رفتند. همین زمان تمام حالتهای رخ دادن این حادثه مورد تحقیق قرار دارند. چند رسانه خبری روسی این عائله و کودک ففتیده را شهروندان تاجیکستان عنوان کردند، ولی طبق اطلاع رسانه خبری خاور نمایندگی وزارت مهنت، مهاجرت و شغل عالی جمهوری تاجیکستان در فدراسیون روسیه عاید به مراجعت خبر می‌دهد که دخترچه‌ای در نتیجه سوختاری یک خانه خصوصی در کوچه قبرستان دهاتی روزایی شهر کورکینوی ولایت چلیابینسک هلاک گردیده شهروند تاجیکستان نیست. طوری که نمایندگی معین کرد دخترچه هلاک گردیده شهروند جمهوری ازبکستان می باشد.